به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم عالی و پرسود باشید. با آپدیت تحلیل های سه‌شنبه 22 مهر 14 اکتبر در خدمتتون هستیم تا ببینیم چه تریت هایی رو میتونیم امروز انجام بدیم. داده اقتصادی رو که بررسی میکنیم داده خاصی وجود نداره برای امروز. البته آقای پاول میخواد صحبت بکنه. بعد خب میتونه ساعت 7:50 مهم باشه. البته این پایین هم یه نکته ای رو داریم میبینیم، احتمالاً به خاطر تعطیلی دولت آمریکا تحت تاثیر قرار بگیره. حالا داده هایی که وجود داره منتشر نشه یا یهو میبینید که تغییر کرد و اینا. اینم اینجا داریمش. ولی خب در کل روز خیلی پرداده ای نیست. اونس جهانی طلا رو داریم میبینیم یه رفته خیلی ترتمیز تا محدوده 4180 رو انجام داده، ریزش شدید و فکر میکنم توی یه ساعت $80 رو راحت بیشتر ریخت اومد پایین، نزدیک $100 رو ریخت و خب این یه ذره خطرناک میکنه چارت رو. ترید کردن رو یه ذره خطری میکنه. ATR به شدت بالاست. حسابهای کوچیک خطر کال مارجین شدن رو دارن اینجاها، چرا که شما کف حجم رو بزنید خب نوسان انقدر زیاده ضررهای سنگین رو میتونه که داشته باشه. بنابراین حالا بریم سراغ اصل کار. ما یک ساختار صعودی رو همچنان داریم میبینیم برای چارت طلا. همچنان دیروز هم من اشاره کردم ساختار صعودیه همچنان پابرجاست. محدوده مهمی که من روی کف ها دارم محدوده $4058. محدوده بعدی که میتونه برای من مهم باشه محدوده 4000 و هولوش 10-15 این حدودها هستش که حالا روی کف ها قرار داره و هر کف سازی دیگه ای برای من بای خواهد داشت. یعنی اینجا اصلا یه کف بسازه برگرده به نظرم بای میتونه که داشته باشه. الان هم داریم میریم بالا و خب بالا به بنده احتمالاً بای خوبی رو به ما بده، ارزنده باشه یه بای بگیریم روش. در مورد شاخص نزدک تقریبا شرایط مشابهه. البته ما یک ریزش خیلی شدید رو جمعه داشتیم، دیروزم گفتم احتمالاً بالا زدن ها سل باشه. این اتفاق افتاد، ببینید بالا زده سقف ساخته و ریخته. الان ما یک محدوده خوب و مهم رو اینجا داریم، همین الان حمایت کرده از قیمت 24480. محدوده خوبیه، شکستش رو بیشتر میپسندم ولی خب تایید بده برای بای هم ارزشمند هستش. این رو در نظر داشته باشید. کلوز نیویورک رو در نظر داشته باشید، برگرده سل میتونه داشته باشه. 24859 رو در نظر داشته باشید و همینطور جایی که گپ ما شروع شده اول هفته محدوده $24000 محدوده مهم برای ما هستند. کف سازی ها رو به نظرم میشه یه بار دیگه بای زد. حالا یه بای کوتاه زد کف سازی ها رو روی شاخص ها. در مورد داو جونز هم شرایط خیلی شبیه، دقیقا همون تحلیل شیفت میشه روی داو جونز هم. ببین کف دیروزش خیلی خوبه، محدوده کف هفته و جایی که شروع شده مارکت محدوده خوبیه. سقف امروزمون محدوده خوبیه، کلوز نیویورک محدوده خوبیه و ساختار هم که همچنان نزولیه. در مورد یورو، رفقا یورو رو دیروز اگر که با ما همراه بودید ما اشاره کردیم محدوده مهم 15.58. میبینید چقدر ترتمیز برخورد کرده رفته بالا، دوباره برخورد کرده رفته بالا و همچنان هم برای من معتبره. البته یه سطح دیگه هم کف داریم 15.44. به نظرم اینم میتونه محدوده خوب و مهمی باشه که بهش اعتماد بکنیم و تریدش بکنیم. محدوده سقف رو داریم و همچنان ساختارمون ساختار نزولیه، یعنی اگر بخوایم پوزیشن های سل رو بگیریم احتمالاً موفق تر خواهیم بود. ولی خب محدوده 1544 رو من بایر هستم، اگر که امروز برسه خوشحال میشم و تریدش رو انجام خواهم داد. در مورد پوند شرایط شبیه، با این تفاوت که نزولی تره. ببینید یه حرکت شارپ رو انجام داده، ریخته. البته داده داشت برای پوند این اتفاق افتاد ولی خب تاثیرگذار هستش. محدوده 3263 محدودی که آخرین امید من برای برگشت پونده. اگر اینجا رو بشکنیم دیگه رفتیم و فعلا نرسیدیم بهش. من منتظر اونم که رسیدنش رو ترید بکنم. کف دیروز برای من جذاب 3316. سقف امروز برای من جذاب محدوده 3353 و سقف دیروزش محدوده 3370. اینا سطوح مهم پوند هستن که من امروز قراره که تریدشون رو انجام بدم. در مورد ین اون چیزی که دیروز هم صحبت کردیم کاملا اتفاق افتاد. گفتیم که سقف سازی ها رو سلر باشیم، همین اتفاق افتاد و ریخت اومد پایین. الان یه کف خوبی ساخته، برای من ارزشمند این کف
و دوست دارم که برگشتش روی این کف ها رو بایر باشم، چارت گن رو و رو به بالا ترید بکنم. 151.62 هستش. محدوده بعدی که برای من خیلی ترتمیز هستش 152.58 هستش که ساخته شده و آماده تریده. محدوده 153.21 هم آخرین محدوده روی سقفه که اونجا هم به شدت جذاب میبینم. کلا ین امروز چارت خوبی داره. کف سازی ها زیر این کف رو من بایر خواهم بود. حالا ممکنه بالاتر باشه یا پایین تر باشه. هر کجایی که کف ساخت برای من پوزیشن بای رو خواهد داشت. در مورد بیت و اتر خیلی سوال میپرسید. رفقا بیت و اتر من دیروزم توضیح دادم توی تحلیل، همچنان دید نزولی دارم براش. یعنی این اتفاقی که برای بازار کریپتو افتاده خیلی سخت جبران کردنش، حالا مگر اینکه فاند خیلی خوبی داشته باشیم، وگرنه تکنیکالی سخت این حرکت رو جبران کردن. بنابراین تکنیکالا دارم عرض میکنم، حالا اتفاقی بیفته من نمیدونم، ولی تکنیکالا ما نزولی هستیم و احساس میکنم که رو به پایین حرکت خواهیم کرد. دیروزم محدوده 115.900 رو اشاره کردم که میبینید رسیده و از همونجا ریخته اومده پایین. کلوز نیویورک برام مهمه. محدوده ارزم بزرگ شما 109.700 برام مهمه، یک حمایت خیلی خوب و ترتمیزه و همین ساختار اونم که ساختار نزولیه. در مورد اتریوم هم همین تحلیلی که داشتیم به شدت جذاب کرد، گفتم بره بالای سقف و ببینه و بریزه. رفته بالای سقف، البته یه ذره بالاتر رفته، انقدر انتظار نداشتم ولی خب ریخته اومده پایین. همچنان هم نظرم روی سلشه بیشتر، یعنی روی سقف ها برسه سل بزنید چون ساختار نزولیه و به این شکل. حالا این سطوح مهم بشه. یک کف خوبم اینجا داریم، اینم میتونید که مد نظر داشته باشید. برگشتش به اینجا رو در واقع تریدش بکنید و رو پایین بیاید. 3870 میتونه که اولین حمایت اتر باشه، البته که ساختار همچنان سعودی هستش. رفقا دمتون گرم که با ما همراه هستید. ان ما میریم لایو کانال اختصاصی، اگر موقعیتی بود اونجا با دوستان همراه میشیم. عصر هم در خدمتتون خواهم بود توی لایو یوتیوب. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.